اصلا رشک فقط برای اهل و عائله خودتون نمیشه، برای تمام زنهای مسلمان، مرد مسلمان باید رشک داشته باشد. حال حجاب نازل شدگی نبود، روی های زنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم گشادگی هست، طبیعی که یک مرد بیگانه نظر میکند. بنابراین حضرت عمر گفتند که یا رسول الله، همچون رشک به مادران مومن ها، همسران جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، که رشک فقط برای اهل و عائله خودتون نمیشه، برای تمام زنهای مسلمان، مرد مسلمان باید رشک داشته باشد. فقط برای از آن خودش نه، خواهر خودش و همسری خودش نه، هر یک خواهر مسلمان که در کوچه هست، ناوابسته از ملتش، به شرطی که مسلمان است، باید رشک کند. نگذارند که یک فاجر و فاسق به او سخن پرتاید. بنابراین حضرت عمر همچون غیرت و همچون غضب گفتند که یا رسول الله، امر کنید زنهای خود را که حجاب گیرند. بعد الله تعالی آیت حجاب را نازل کرد.